در ناحیه جیهون کشتی اساسی کارتوشکا در بخش‌های اهالی و جمعیتی ادامه داشته این روند طبق توصیه‌های علمی با استفاده از تکنیک و اصول‌های عنعنوی دهقانی صورت می‌گیرد. با مقصد سریع و موافق طلبات اگرotechniکی انجام دادن کشتی کارتوشکا در جماعت دهات استقلال ناحیه همایش علمی عملی برگزار گردید. در این تدبیر صحرایی متخصصان ساحه و کشاورزان و خواجگیداران اوید به تمام زنجیره‌های کارتوشکاکاری از انتخاب و آماده‌سازی قطعه زمین، انتخاب تخمی به شرایط آب و اقلیم وادی مطابق تا روند کشت و مرحله‌های منبعده پرورش معلومات عملی پیشنهاد نمودند. طبق جدول کشت امسال در ناحیه جیهون بیش از 360 گکتار زمین برای پرورش این زراعت سر استعمال پیش بینی شده است که 60 گکتارش به جماعت دهات استقلال راست می آید. طور تاکید کرده شد استفاده ثمرناک زمین، رعایت قاعده‌های اگرotechniکی و انتخاب تخمی خوش‌صفت از عامل‌های اساسی بلند برداشتن حاصلناکی و بهتر گردیدن صفت محصولات به شمار می رود. با مسئولین ساحه جهت تامین زمین‌ها با آب پالزی و جاری نمودن اصول‌های معاصر کشاورزی دستور توصیه‌های مشخص داده شد. این تدبیرها با افزایش حجم استحصال، تأسیس جای‌های نویکاری و بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی مساعدت می‌نماید. با این مقصد کشاورزان ناحیه جیهون هر قطعه زمین کارم را مقصدناک استفاده کرده تنها در سمت کارتوشکا پروری همساله در دو مرحله اساسی و تکراری با به دست آوردن حاصل فراوان در تامین بازار داخلی با این نوع محصولات سهم ارزنده می‌گذارند.